جوونه اومد گفتش که باجا من کار دارم، یه مشکلی دارم با شما صحبت کنم. بفرمایید. قرار شد که با هم دیگه صحبت کنیم. بعد گفتش که من مشکل اولم اینه که مرگم یه قطعیه و به خاطر مشکلی که هست رفتنیه. گفتم نه انشالله اون دست خداست، خیلی ها بدترین مریضی ها رو داشت. گفت نه این قصه فرق میکنه. منم برای اولین بارم بود شاید، بله شاید، که کسی که رفتنی بود داشتم میدیدم. این چند وقت دیگر نیست، یعنی خیلی عجیب بود. گفت حالا من باش کنار اومدم. اولا خیلی سخت بود برام پذیرفتن این واقعیت. یه روز صبح از خواب بیدار شدم، گفتم خب حالا قبل از مردن میخوای بمیری؟ این چند روز رو زندگی کن، برو بیرون، کار کن، حرف بزن، ارتباط بگیر، فقط تو که میری دیگه. میگه بلند شدم اومدم زندگیمو شروع کردم به زندگی کردن. کسی منو اذیت میکرد دیگه عصبانی نمیشدم. گفتم خب ما که رفتنی هستیم، حالا اصلا اذیت نمیشدم، حسادت نمیکردم. حالا ما که چیزی نمیخوایم، اینا هستن بذار جمع کن. هر عروسی از جلوی من رد میشد خوشحال میشدم، مثل مامانش. آخه عروسیشونه خوش باشن انشالله. مثل پیرمرد پیرزنا دعا میکردم برای جوانای مردم. کسی پاشو میذاشت رو من بالا میرفت، حالا بذار ببر، بیا ببر. خدمتی میکردم دیگه دنبال نامم نبودم، چون من نیستم که نامم رو استفاده کنم که. خیلی بیخیال شدم، خیلی ریلکس شدم. بدیامو اصلا بدی چیه؟ خیلی حرفای خوب و راحت میفهمم. آقا این یکی داشت میگفت اینا رو، من احساس کردم خطبه اوصاف متقین نهج البلاغه رو در مورد خودش میگه. گفتم خب. گفت حالا میخوام برم، خدا همینا رو از من قبول میکنه؟ گفتم خب آره. گفت ولی من در اصل مرگ اینجوری شدم. گفتم میگه ایمان نداری به خدا؟ چرا؟ ایمان که دارم، ولی من رو این حسابه آدم نشدم. خیلی علاقه هم دارم به خدا، تنها کسی که الان دیگه دارم خداست، هیچ دیگه برای من نمیمونه. ولی این مرگ منو درستم کرد، اشکال نداره. نمیگن تو وقتی فهمیدی مردنی هستی درست شدی؟ گفتم نه، امیرالمومنین فرمود کفا بالموت واعظا. موت به عنوان واعظ کافیه. تو هم موعظه شدی، آدم شدی. خیلی ممنون. ما رفتیم. آقا شما صبر کن با هم کمی رفیق بشین، یا آدم گیر آوردیم. گفتم کاری ندارم، مزاحم شما نشم. نه حالا بشین با هم یکم ببینیم شما رو. گفتم کسالتتون چیه؟ گفت من کسالتی ندارم. گفتم شما میگی من مرگم قطعیه؟ گفت مرگم قطعیه دیگه. نگفتم مریضم. گفتم کی؟ یعنی چی مرگم قطعیه؟ گفت پرسیدم کسی میتونه مرگ منو برطرف کنه؟ گفتن نه. چند وقت دیگه؟ خب 1 روز دیگه، 1000 روز دیگه، 30,000 روز دیگه، چه میدونم. یه حساب کم بیام منم یا 1 روز دیگه یا چند هزار روز دیگه میمیرم. گفتم شما پس بیمارم نیستی؟ نه. شما چند روز دیگه میخواید بری؟ شما چند روز دیگه میخواید بری؟ شما چند روز دیگه میخواید بری؟